و همین منبحه میگوید یک پادشاه میگه عزیزان من قصر میسازد، یک قصر بلند میسازد. بدی قصر ساخته آمد عزیزان من. یک روز پاشا تماشای قصرش میآید، بالای قصر میبرد، اطرافا رو میبینه که یک خانه که بینور در پیش خانه ایستادگی است. میگن این خانه کی است؟ میگن یک خانه کمپی کم بغل است. نمیدن نیست نابودش کنینه پرپیش کنه. بیچاره کمپیر از پی روز که روزی بجای نبرست قسم بیگاه می آید که خانهش نیست. وقتی که پرسجو میکند مردم میگن اینو کی ویران کرد؟ نمیگن همین پادشاه ظالم کردش. دست به سوی خدا میبردارد، یا ربی میگد ای خدای انا کنتو غایبا ما انت کنتو، من کن نبودم، من از پیریس که روزم بودم، تو در کجا بودی؟ که این ظالم خانه من نیست کرد، من امشب شاید در کجا روز میکنم؟ خدا میگم در غضب شد، قهار صفت دارد، چشم بکشا. یکی شخص روایت میکند عزیزان من میگم یک شخصی رو دیدم که فقط آواز میگفت، همین میگفت چیزی که ظلم کرده البته جزاشم میگیریم. همین میگفت گفتن میگرفت. من رفتم گفتم میگه برادر این قدر همین سخن تو تکرار کردن میگیری چی حادثه است بسری تو چی اومد؟ دیدم میگه یک دستش نیست، از کتفش بریدگی است. گفتم چی شد؟ بعد حکایه کرد میگه سرگذشت حیات شد. من گفت یک ظالم نه در دستش کار میکردم، یک ظلم کننده در دستش کار میکردم، من مردمان را ظلم میکردم. چیکار کردی کنی بگو آخی حکایت منم بشنم شاید رای خوب بگیرم. منم میگه یک ماهیگیر دیدم میگه یک ماهی کلان میگه چیکار کرده است؟ خانهش گرفته رفته است. میگه داشتم گفتم همین ماهی را با من میدی. گفت میگه ای بنده خدا من از روی همین ماهی آیلم میپام، کودکام از همین میخورونم. میگه نگاه نکردم به اینش، میگه بازار موضوعم زده، میگه ماهیش کشتی گرفتم. برایش من 20 دروغ زید میگم. کدام آیله که یتیم دارن ماهی حرام از خوردنش، چی بر مولا خوردنش حرامه، چی بر قوم و جمعیت حرامه. ما یادم کردم در کارو بیچاره. رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل عزیزان من به طرف انشاءالله خدا خواهد یمن چیکار حاکم کرده که سیر کرد. در وقتی حاکم کرده که سیر کردنش یک نصیحتش کرد. گفت معاذ گفت از دعای مردم بی‌ترس، در کدام کار نباشی فرقی ندارد، چی در حکومت کار میکنی چی در دولت کار میکنی، ناحق کسی که ظلم کردی جزات میگیری. میزنیش که آخر حضرت علی میگن ندادم بر فرعون داد سر را، ندیدن شدادی آن چشم نم را. حضرت داود علیه السلام پیش یک دو همسایه شکایت مانند. حضرت سلیمان 5 ساله مید بودن، بازی که میگشتن پدرشو داود است علیه السلام. بعضی پیغمبرها بچه هاشون پیش بگوش پیغمبر شگستن. بعد پیش همون حضرت داود اومدن عروی زمین گفتن ما همچی پیداوار هر رو جنگ داریم. گفتن پگه جواب شمیتیم. حضرت سلیمان دیدن شما چی جواب گرفتی سوالتونه؟ گفتن پدر تو که پگه جواب میتیم، دوره اجازت پرسیم من رفتم مسئله شما رو حل میکنم. دور اومدن نگه گشته حضرت داود گفتن که همین پسرتون بچه‌تون رو حل میکرد است بیانه کیدی. گفت بر خواب بادا. گفت برش راضی شد حضرت داود علیه السلام. حضرت سلیمان میگه نازی زمین رفتن. گفتن چی گپ است؟ آخه من میگم پیداوار از من است، میگه پیداوار از منه. و زمین چی که پیغمبرها معجزه داشتن. و زمین ای زمین گفت یا عرض، ای زمین گفت کل بگو تا از کی هستی. زمین میگه با زبان مده که یکی سری جهل دولت اومد یگانه چیه گفت خدا خواهد حقوقی بشر میبرد. همه حتی یکی بگنده نه یک مظلم یک اندوالیتون هم قوتی نداده پرتو. اینی خشیام ای دستی تو خدا خواهد رئیس مونده بی
حاکم شدمی دیگه شدمی ای دست مردم راحت کنن، ای دست مردم دو عبادت نکنن، ای دست تو بیدار نکنن. این منصب دروزه پروردگار از این که امروز مسلمانان زیر شکنجه انشاءالله این کافران هستن، پروردگار خود زفر شو عطا نمایی، آنها را نگذاری که خارشن. پروردگار بجز دعا کردن هیچ چیز از دست نمیده، فقط خود دستی پروردگار را بداری ما میرسگی. اما مسلمان هم از دست ظالمان زودتر خلاص و در اونجا امنی و برقرار خدا خودت برقرار بگرد. با شما باد صدای خدا. آمانه شدن رو فراموش نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، حکیمی سخن هم در زبان آفرید. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا حمد و ثنا بر خداوند را، بعد از آن بدون بیادب من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از آن رحمت خداوندی بی پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، به خداوند شکر بیادت. الحمدلله در این روز مبارک حج و مساکین الله سبحانه و تعالی دیدار یکدیگر دیدن مناسب دید. بسیار بخش خدا شکر گزار باشیم و بعد بهترین نعمت که نعمت اسلام و قرآن و مساجد برای ما شما مسلمانان نعمت کرداد، بسیار شکر گزار باشیم. عزیزان من القمر یستفید النور من الشمس، یعنی ماهتاب ضریت میگیرد، یعنی نور از آفتاب. مومن ها هم ضریت میگیرد انشاءالله از چی؟ از ایمان. اگر ایمان ما و شما انشاءالله خدا خواهد چی باشد؟ اگر مستحکم باشد این ایمان در روی ما و شما نور میدهد. و انشاءالله انسان با قوه میگیره خلافت اسلامش و چی؟ و قرآن عظیم و شرم میزند. کسی که قرآن انشاءالله چنگ میزند خدا خواهد انشاءالله یعنی با ایمانی و قوهش مستحکم در انشاءالله خدا شود. الحمدلله که ما شما ارگانی من امروز ما به خدا چی نزدیک هستیم. در باشدم به خدا انشاءالله یک جا هستیم و در جای بهترین خانه الله سبحانه و تعالی خدا خواهد چی داریم حضور داریم. امروز انشاءالله مهمان الهی هستیم. الله سبحانه و تعالی انشاءالله مهماناش چیکار میکند؟ نوازش میکند. در این هفته چی سهو و خطا کردیم، چی گناهایی کردیم، الله سبحانه و تعالی انشاءالله چیکار میکند؟ انشاءالله برای ما شما خدا خواهد یعنی مغفرت میکند و دعای ما شما اجابت میکند انشاءالله و بیان مقصدهای حاصل شده انشاءالله در اینکه های نماز جمعه از این خانه انشاءالله خدا خواهد خالی میشیم. از دان من برای همیشه از الله خدا خواهد ترسیده، همیشه کار کنیم از الله ترسیده گردیم انشاءالله خدا خواهد نجات دو دنیا است. شاعر گفته است هر کی از حق ترسید و تقوا گزید بی‌ترسد از او هر این سو این که او را دید. اگر کسی که از خدا میترسه میگه همه موجودات دنیا از شما میترسند. اگر مادامی که ما از الله بترسیم خدا خواهد انشاءالله اگر الله سبحانه و تعالی چیکار کنه ما بترسیم از خدا ترسیده انشاءالله خدا خواهد اگر طاعت عبادت کنیم از الله ترسیده خدا خواهد انشاءالله زندگی کنیم خدا خواهد انشاءالله ببین. برای همین ترسی خدا بهترین انشاءالله چی است؟ اسباب مؤمن است. اگر شما از خدا بترسه هیچ وقت خدا خواهد سر گناه نمیری، نه زنا میکنی، نه عرق میخوری، نه دزدی میکنی، نه قماربازی میکنی. امروز بچه نماز خون قمارباز خدا خواهد انشاءالله من سعی کنم بسیار سوالش درباره این خدا خواهد کاملا مفصلا درباره قمار میپردازم. کسی که از این قمار اگر نماز میخونی نمازت قبول نمیشه، چون پلی که با قمار میبری و ای گوشتی خوب هم حرامه و وای آرد میخری روغن میخری آیلت هم حرام میکنی. اگر زن هم کودکات هم نماز خون باشه همش دپنه
همش الله قبول نمیکند. اگر نه برای خداوند حلال زندگی کن، حلال مهنت که ماشین ساز خداوند انشاءالله، حلال مهنت که خداوند خانه ساز که او چیز برای چی باشد؟ مفید باشد. و برای شما خداوند هم ذخیره این دنیا هم ذخیره عقبا شود، هم آخرت نه فایده دهد. ایلا چی؟ در اینجا فایده بوده، آخرت فایدهش نیست خداوند انشاءالله. باید از الله بترسیم همه خداوند. صحبتی ما امروز خداوند درباره ظلم، البته ظلم و بیدادگری امروز اکثر جامعه را انشاءالله خداوند فرا گرفته ایستاده است. اکثر جامعه را خداوند نسبت عائله ها، نسبت زن، نسبت فرزند، نسبت همسایه، نسبت انشاءالله خداوند چی است؟ یعنی یار و برادر، اکا و دادر انشاءالله. این ظلم نه انسان کشتن نه، هر نمود ظلم ها امروز وجود دارد. من یک به یک بسنی شما از دار میرسانم. الله سبحانه و تعالی در چندین جای قرآن به یک روایت در 35 جای قرآن ظلم حرام کرده است. من ظلم مثل عراق و زنا است. چون که عراق حرام، زنا حرام، ظلم حرام است. از من انا الله سبحانه و تعالی در سوره شورا آیت 42 بیان میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. صدق الله العظیم. خدا میگه البته میگه عقوبت و ملامت و عذاب میگه برای کی است؟ شخصانی که ظلم میکنن مردم ها را ظلم و ظالمی میکنن عزیزان من. و یبغون فی الارض بغیر الحق و در روی زمین فساد میکنن. چخیلی که خونی ناحق میریزن ظلم، یا که مالش کشیدن میگیرد، آبروش میگیرد. عزیزان من همین ظلم به مدرایت. این ظلم عاقبتش چی است؟ وای است. عاقبت ظلم انشاءالله چی از دوزخ است. خداوند در سوره ابراهیم آیت 42 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تحسبن الله غافلا عما یعلم الظالمین. و آنچه ظلم میکنند خدا بیخبر نیست، خدا غافل نیست از ظلم تو. به خیال نگه که اکد نمیبیند، همالت نمیبیند، برادرت نمیبیند، الله میبیند انشاءالله. الله غافل نیست از ظلم و ظالمی که تو میکنی نسبت خداوند قوم و جمعیت، نسبت عائلت انشاءالله. خداوند از الله بترس خداوند انشاءالله. امروز بعضی زنها مثل شوهراشون برن خانهاشون کشیده گرفته ساده، یعنی بدبختی مردمی چشم گشنه. این مال یتیم حرام است برای خداوند انشاءالله. همین هم ظلم است. مانه که 2 تا 3 فرزند دارد اما خانه نزدیک کنند، مانه که به شوهر کنند ناانصاف خودتون زن میفارد. همین هم ظلم است. نمیمانش که یک نکاح یک کس نپترایه و هم آدم نگاهش کنه. همین هم ظلم است. ظلم بر نفسی همون زن است. آخر مجبور میشود و زن با زنا دست زند. تا که رخشی داره بکند، تا که خود چه می دارد مجبور یا بر می آبدید. راستی که ظلمش کردی دیگه از رفت خداوند فساد کرده باید بپردی. یا که اون مالی وقت چشم تعالی نکرد خداوند انشاءالله. برایش من 24 دروغ زید میگم. کدام آیله که یتیم دارن مالی حرام از خوردنش، چی بر مولا خوردنش حرامه، چی بر قوم و جمعیت حرامه. ما یادم کردم در کارو بیچاره. ای کجا راهی امروز، کجا راهت کار کند، کجا راهت کلیادون به ناموس رفته 24 دروغ حرام میخوری. همین خدا ترسید و با گروزی چی میکنی؟ یه چاره قلبته هزار که میگریز میره. از سال دوزده بیچاره مجبور مردی کاری میبوده. همین است مسلمانی.
من در سیم آیه سوره شورا آیه 227 خان قرآن رفتن سوره تفسیراش خان معنی بسیار چقدر دارد. من شیره این آیت رو برای شما میرسم. من هر یکی نکنم وقت من گنجایش نمیده. چندین حدیث ها مونده میرم. من خیلی خداخواهد ظاهری گفتم میرم خودت را امروز قرآن داری که به زبان ازبکی و تاجیکی و قرقیزی و روسی و انگلیسی همه زبان قرآن امروز تفسیرات دادن. را خان خودت را خواهد در یادت بداری آیت رو دار خون بخون خودت بین خدا چقدر ما شما را تاکید میکنه انشاءالله. خدا میگه استعیذ بالله و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. زودست گفت این شخصانی ظالم ایاد نبرایند پیش من میآید. همه من و شما بازگشت و پیش الله ایاد نبراید. مردی که جا میبرند گور میبرند نه گور از صاحبش کیه؟ الله. عالم خواهید و نخواهی خبر میتخند. خواهی نخواهی بعد این مردی خواهی نخواهی. یک عزیزی خدا از ترسی گور میگه که خداوندا بچه هاش میگه من از گور میترسم از عذاب خدا میترسم من از بعد مردنم سوزونم علا ممکنه خاکستم بری کشه در دریا پرت کشه در دشت بیابان پرت تایی که عذاب خدا رو نبینم. از این مردنش میگه بچه هاش همین کار میکنه خدا فرمان میکنه تو خیال نگید تو خاکستر شدی و در خاکستر جواب میکنه همون جواب نمیدی. خدا میگه امرش میکنه زنده بشی روش میگه اینجا بابنده تو چیکار کردی؟ برای چی تو خدای کار کردی؟ من از ترس خودت کردم. از ترس من باشد من تو را بخشیدم. اگر ترسی باشد اونو نمیکنی چیکار ظلم نمیکنی چیکار غورت نمیکنی. این خدا ترسی نیست از زنانی من. خدا ترس هرگز انشاءالله سری گناه نمیروی بکشمت. یوسف چی کار کردن؟ یوسف چی عذاب داد؟ زلیخا صبر کرد طاقت کرد الله حمایش کرد الله با شاهش کرد پادشاه مصرش کرد. از چی کرد میگه؟ از صبر کرد طاقت کرد با همون زنم عاقبت گرفتش. همون زلیخا نه خاندار شد با صبر نه به گناه نه به زنا نه برای فساد. هرکی تحصیل از خدا گریه کرد خدا از این بلا ما را خود خلاص کرد. آخر عاقبت خلاص شد از دان من. این از خدا تحصیل. رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل عزیزان من به طرف انشاءالله خدا خواهد یمن چیکار حاکم کرده گسیل کرد. در وقتی حاکم کرده گسیل کردنش یک نصیحتش کرد. گفت معاذ گفت از دعای مظلوم بیترس که بین دعای مظلوم یگان پرده نیست. عزیزانی من حدیث صحیح است ثلاثه دعای مستجابتون لا شک فیهن. سه دعای است که حدیث ابو هریره روایت میکنند از من. سه دعای است که وای در بین وای و خدا پرده نمیشود ولی ایمان تا چندین هزار پرده کدی میرود. یکی این سه گروه طایفه را میگه هرگیز اگرچه کافر باشم دوست بگیرد. همون آدم های سه کس کافر باشم لا اله الا الله نفس مسلمان نشده کافر باشم. یکیش الدعاء الوالدی علی ولدی دعای پدری که نسبت بچه میکنن چشمات کشا چی دعا میکنن میگیرند. خواهی جوانی مرشه اون جوانی مرشه خواهی مرد و نمیری خدا خسته خدا اجابت میکنه. یکی دیگرش دعای مظلم به کسی هیچ کسی نیست از ظالمان یه خود چی هست زندگی حیات بسر میبرد نگر از دعای رابط هست. یکی کسی از ظلم نکنی خدا خواهد انشاءالله وای البته خدا خواهد انشاءالله چکار میکنه تلفون باسی خدا میبرد. وقتی که میزنیش لغم شبش میکنی میبری خدا خواهد در جان خانش میرود. آخر ساعتی 12 یک شب چکار میکند تلفون میبردارد خدا سه یک شب میفرد روی دنیا.
آسمان اول نفراید صدای مظلمان را میشناسد نسبت ظالما. عزیز من در کدام کار نباشی فرقی ندارد، چی در حکومت کار میکنی چی در دولت کار میکنی، ناحق کسی که ظلم کردی جزات میگیری. میزنیش خدا خیلی وقت بگاش بکنی به پرتایش انشاءالله و نازش بکنه و از نشیندگی صدا صاحب داره و الله های تو خیال نکی منزل موت که پارش کردم دما میجوشه یلگاه کردم پرداتون بالای دیمارت خورفتی از این بیدادیت و ایت گوشی تلفون میبردانم یا زن تا ناحق زدی خپوغار کردی ساعت دیشا بیدار میشود با خدا ناله میکند. خدا انا این مردی خدا زده را نیست کن دست دکاشم بشکن میشکنه دست داده که این شتامنای ظالم هستن، این روز خسرای ظالم است بدبخت. خدا خواهد نسبت عروس چی ظلم دادی انشاءالله بگیری جزاته. تو خیال نکن اینا صاحب داره توش که مثل خواهد نگهبان داری پشتبان داری اینا صاحبش الله هست. الله انشاءالله با فریادی مظلوم برسد. هم چنین حکایت از بطه میارم از این خواهد انشاءالله. حدیثی خدا خواهد امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجه سه امام بزرگ حدیثی روایت کردن. خدا چی گفته است؟ من برای خودم ظلم حرام میدانم. عزیز من جون گوش کن، خدا میگه من برای خودم ظلم حرام کردم برای ترم حرام میشدم. خدا پشت این حرام کردن چی هست؟ یکیش ظلم بدست عزیزانی من نسبت چی مردم چه حیوان ظلم کنی. من جمعه گذشته برای شما صحبت کردم چه حیوان اگر ظلم کنی جزات میگیری. ولی مولای انسان خدا خواهد انشاءالله. ولی که انسان کن بهترین است. خدا خدا میگه استعیذ بالله ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزند آدم بهترین کردیم، مکرم ساختیم فرزند آدم. عزیز من بهترین ساخته میگه الله سبحانه و تعالی. حق نداری که تو خدا برای ظلم کردن نفرسون. خدا خواهد یک شعار است در بین مردم تاجیکا، میدونی چی است؟ از دل آزار الله بیزار است. نماز هم دکان استش کنم خدا که از تو بیدار که شد و این خوندگی کلگی عبادت هم فایدهش نیست. امروز اگر خدا خواست صاحبان حکومت از ما ناراضی شود میبرد میتخد یا خسته بشامید یا تحریف بکنمید. تمام خدا خواهد انشاءالله پرگرام ما گنده کرده میبرد. اینچنین خدا هم چنان است. در تمام موجودات تمام فرشتان اعلام بکند در خدا شود از بنده یا راضی و او یار از استقبال و واضی. در شود مولا از بنده آزار، همه در دو عالم از تو بیزار. تو روز خونه گشتن میگیری روسی ها خیلی ظالم. از خدا بترس انشاءالله تو را برای ظلم کردن نفوسون. ابو موسی میگوید رسول الله صلی الله علیه و گفتن البته الله گفتن برای ظالم عمر دراز میتید. مثلا که ظالمان را عمرش دراز نشد عزیزان من. فرعون ملعونم 400 سال پادشاهی کرده است. 400 سال میگه حتی اینکه یک بارم سرش درد ندید. حضرت علی میگن ندادم بر فرعون داد سر را، ندیدن شدادی آن چشم نم را. ما میگن اهل دوزخیارن بدناش صحت میکنه امرای دراز شده. لیکن میگن اگر میگن ما میگن خدا بسوی و اگر دست درازی کنن و یانا سخت بر میخطیمش. خدا خواهد کشیال خدا خواهد جوانی مرد میکنم خود میگه خدا خواهد کار ذکرار میگیری عاقبت شده. خدا قرآن من سوره انشاءالله حدید نوعده میکند. اعوذ بالله من الشیطان یک سود دویم آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى و هی ظالمة ان اخذه علیم شدید. خدا میگه ما ظالمان را میمونیم میگه ظلم کردن میگیرن
روزی میشد که میگن ما وای حالا مگه زیر شکنجه خود قرار میتیم و چنان میگیره میگه که قوما میگه کشلاکایی که بودن من قوم لوطبی بدبختا مردها که علاقه میکنه که زنا با مرد با وجود مرد خدا ناراضی شد زمین چپه کرد کدام سال کسش گفته بودم یا که کدام قومه که خدا خد ای حد قوم آدمین ای حد در گفتی پیغمبرش نکردن خدا یک شمال خصوصا خدا خواهد من دفعه دیگر نمرم زنده باشم دو خدا خواهد فلاکتی که بالای قوم آمد مفسران یک اینم انتظار شد تو خیال نکن فقط برای قوم عاد و قمر نمرود و فرعون نبود اگر ما و شما ظلم ادامه دادن گیر بالای من شما میامد این قرآن برای فقط قومای پیشین این برای عبرت است خدا برای شما عبرت کرده داد گفت هوشیار شو گفت ما گفت چندین دهها از ظلمش نیست و نابود کرده بگه خدا جبرئیل امین خدا خدا انشاءالله ریاکتیوی سمالیات دارد خدا این ریاکتیوی سمالیات های دنیا دمش همه گیرد معجز زده نقشایده خدا خدا بین هر یک آسمان و زمین 500 سال اینا راه هست معجز نقشایده جبرئیل در پیش میرسد همچنان قدرت دارد انشاءالله قوم لوط میشه زمین چپه کرد همش زیر خاک دوزخ تک و پرتاب شد از سببی که مردا به مردا علاقه کرد ایاد نبرو کسی به حیوان علاقه میکنی به مرد علاقه میکنی زن تا در جای نجاست میکنیش علاقه میکنی همسایت در خدا خواهد مسافرت همسایت نه تجاوز میکنی بدبخت جزا نستدم انتظار شد خدا خواهد انشاءالله از خدا بترس خدا ما و شما را برای دنیا تجاوز کردن و این تجاوز کردن ظلم افتریتت نیست من همه فرعون لعنت میکنه یا نمی خدا لعنت کرد از چی؟ حتی یمان زنی نمیمون که تجاوز نکنه بدبختی خدا داده چند صد هزار کودکان را کشته پرده بخون خدا خط حضرت موسی حکایش بخون خدا دست چقدر بیدادی ها با وجود من آخر خدا در آب غرقش کرد و نیست نابودش کرد و میرسد میگد جبری ظلمی ظالم شب سوزد شب نمه سوزد امروز ظلمش کردی با فردا نمیتونی ظلم کنی خیال نکنی خدا خواهد هر روز من ظلم میکنم و راحت میکنم نگو عزیزی من انشاءالله خدا خواهد عایشه صدیقه روایت میکنم از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ کسی که گفتن اگر یک انسان یک وجه زمین شد ولی تو ستوک نه یک وجه زمین کسی که اگر کشیده گیرد به ظلم از من از گفت اگر یک وجه گیرد نگرد روز قیامت تمام 7 قبض زمین رو در گردن خدا کشان میکنه حرامه یک وجه زمینی کسی ناحقی خدا خد پلند کرده داده 8 ساعتی و 6 ساعتی و 10 ساعتی از رای زیادتیش حرام است کسی که با حق همسایت میگیری خدا خد انشاءالله به ظلم گیری یعنی جزا مقرر شد امروز گیری تاشی براتی بدی نماز برا گو که همسایه اینجا زمین من دور دیگه بیا اگر بترسی از خدا ای خطاب میکشی ای بهم میکشی میگه بیا کشین زمین ناره این ظلم بدست حضرت داود علیه السلام پیش یک دو همسایه شکایت مادن حضرت سلیمان 5 ساله مید بودن بعضی که میگشتن پدرشو داود است علیه السلام بعضی پیغمبرها بچه هاشون پیش ببوش پیغمبر شگستن بعد پیش همون حضرت داود دور مدن عروی زمین گفتن ما پیشی پیداوار هر با جنگ داره گفتن پگه جواب شمیتیم حضرت سلیمان دیدن شما چی جواب گرفتی سوالاتونه گفتم پدر تو بود که پگه جواب میتیم دوله اجازت پرسیم من رفتم مسئله شما رو حل میکنم دور مدن نگه گشته حضرت داود گفتن که همین پسرتون بچه‌تون رو حل میکرد بیانه کیدی گفت بر خواب بادا گفت برش راضی شد حضرت داود علیه السلام حضرت سلیمان میگه نازی زمین رفتن گفتن چی گپ است آخه من میگم پیداوار از من است میگه پیداوار از منه و زمین چی که پیغمبرها معجزه داشتن و زمین گفت یا عرض ای زمین گفت کل بگو تا از کی هستی زمین میگه به زبان مده که نه این هستم نه این هستم هر دینای من
شنیده گفت عاقبت گفت درون یعنی نداره تبشید یک بجا زرزنک داری حالی درون یعنی برده بعد عذاب بتیانی من گفت هر شیعانی من رو من اشکست دستم چه گفت داد گفتم سلیمان جان رحمت شکر بخدا برام ما خدامون را سامن میکنیم ایا نه برام اگر تمام دنیا را بتیان سیر نمیکنیم پیغمبر میگن اگر ما فرزند آدم در یک وادی اشیار وادی اگر چلا کرد و تورید و وادیانی با نفتیم خلقا خم چلا کردم بتیان جا خود بشید چشمی تنگی دنیا دارا دو چیز میکند پول عزیز من یا قناعت یا کی خاکی گو یا قناعت میکنی خدا خواهد یا یک رفت روزی که میمونید از شبکات خواه میرزم و شکر بخدا بگو شکر کردم قناعت بکن افضلش قناعت خدا خواهد انشاءالله یعنی 3 ستو کنم 1 ستو کنم 20 سال و 50 سال حیات بوده که آدم ها رو من میدونم باور میکنیم 2 ستو 1 ستو که جمع هم گذشت برم یک ترکت هم نگذاری آره نشم همش گذرنده است خدا خواهد انشاءالله و همین منبحه میگوید یک پادشاه میگست عزیزانی من قصر میسازد یک قصر بلند میسازد ولی قصر ساختن بعد عزیزانی من یک روز پادشاه تماشای قصرش میآید بالای قصر میبرد اطرافا رو میبینه که یک خانه که بینور در پیش خانه ایستادگی است میگن این خانه کی است میگن این خانه کمپی کم بغل است نمیدن نست نابودش کنینه پرتوش کنده بیچاره کمپیر از پی روز که روزی بجای نبرس قسمی بیگاه می آید که خانهش نیست وقتی که پرسجو میکند مردم میگن اینه کی ویران کرد نمیگن همین پادشاه ظالم کردش دست به سوی خدا میبردارد یا ربی میگد ای خدای انا کنتو غایبا ما انت کنتو من کن نبودم من از پیریس روزم بودم تو در کجا بودی که این ظالم خانه من نیست کرد من امشب شاید در کجا روز میکنم خدا میگم در غضب شد قهار صفت دارد چشمات کجا جبرائیل گفت نمیده در راست این قصد با مردمش نیست نابود کن دعاش اجابهش میگه قصدت به خاک یکسون کرد پرداخت حتی خدا داری خیال نکن که مظلومان را خدا خواهد انشاءالله از فریادش میرسه خدا خواهد انشاءالله میگن که در رفیت خدا دارم چی غم دارم انشاءالله خدا خواهد میگه قصرش کدی بابام مردمش کدی نیست و نابودش کرد پرداخت الله سبحانه و تعالی خدا قدرت دارد همچنان انشاءالله مظلومن نشنوه دعاش خدا خواهد انشاءالله امروز نمیشنه سهر میشنوش شاعر میگه حذر کن ز دود درونهای ریش که آه جهان بر هم زند این درون خدا خواهد دعاش حذر کن که یک آه کشد دنیا را میسوزونه اگر اون مظلوم یک آه کشد گوه که نیست نابودش که الله همون دهان خدا خواهد جوان بار همون دهان فلجت بکنه که ناز بگیرید از بالای من کدام در اداره دخلدار امروز می نیسید ما را می ترسونه ما را فلان میکنه پیستان میکنه خدا زند که ناز میکنی من میگوی تقدیر خدا لیکن تقدیر جنبونه تقدیر جنبونش منو ترسته خدا با ما حد بود که هر چیزی که حد داره گو بندم از حد میگذر که رسوا شدی هر چیزی را میگه حد اعلای است حد گذرد رسوا شود رسوا بشه بدی خدا مزاق کردنگی بدی خدا خاطر حکمش پایمال کردنگی خدا تو هم حکم تا پایمال میکنه انشاءالله خدا خاطر دین عزیزی من از خدای عالم بترسین انشاءالله خدا خاطر من برای شما یک ماهیگیره میارم یکی شخصی روایت میکنند عزیزانی من میگم یک شخصی را دیدم که فقط آواز میگفت همین میگفت چیزی که ظلم کرده البته جزاشم میگیریم همین میگفت گفتن میگرفت من رفتم گفتم میگه برادر این قدر همین سخن تو تکرار کردن میگیری چی حادثه است بسیاری تو چی اومد
دیدم میگه یک دستش نیست، از کتفش بریدگی است. گفتم چی شد؟ بعد حکایه کرد، میگه سرگذشت حیات شد. من گفت یک ظالم نه در دستش کار میکردم، یک ظلم کننده در دستش کار میکردم، من مردمان را ظلم میکردم. چیکار کردی کنی؟ بگو آخی حکایت منم بشنم، شاید رای خوبه بگیرم منم. میگه یک ماهیگیر دیدم، میگه یک ماهی کلان، میگه چیکار کرده است؟ خانهش گرفته رفته است، میگه داشتم گفتم همین ماهی را با من میدی. گفت میگه ای بنده خدا، من از روی همین ماهی آیلم میپام، کودکام از همین میخورونم. میگه نگاه نکردم به اینش، میگه بازار موزونم زده، میگه ماهیش کشتی گرفتم. میگه ماهی را در سری کتیفم کردم و سوی خانم برگشتم. میگه راه آمدیم که میگه همون ماهی مردگی نبوده است عزیز من، ماهی زنده بوده است. یک باره میگه چیلی که من گزید آورد، میگه پرتافتم ماهی در خانم. میگه آهسته میگه چیلی که من درد پیدا کردن گرفت. شبها میگه خوابم نمیبردگی شد. آخر میگه چیلی که ورم کرد، نزد میگه طبیب رفتم، خیروب رفتم، دکتر رفتم، گفتم که همین چیلی که من میگه دیده، گفت که چیلی که قرصان شده است. قرصان گفتگی کسلی استخوان انسان میپسد. اگر گفت همین چیلی که نبودن علاج نیست، تمام اعضا میدبد. میگه چیلیک مبریدن ان در وقت نستان میگه که کفی درد سن، میگه درگر، میگه باورم کرد. گفت که میگه برادر که از آرنج میبرینش، علاج نیست، از آرنج بریدنش. میگه بعد میگه ان در گذشتی میگه با کیتون میگه دست کرد، میگه با پیشی دو گفتم، میگه از کیتون نبریم علاج نیست. میگه از کیتون بریدنش دست مرد. بعد میگه آدم ها پرسیدن منه که سبب در چیزایی چی حادثه شد، چیکار کردی که تو؟ خدای جزا داد. بعد میگه همون ماهیگیر حکایش گفته، میگه به مردم گفتن که نباشم این چی است، رو پیش همون کی پیش گفتن همون ماهیگیر برا عذر پرس. میگه کافته همون ماهیگیر را یافتم، میگه و خانهش رفتم و میگه در پیش پاش خدمت پرتافتم و پاهاش بوسه کردم. گفت میگه منو بخش. میگه تو کی هستی آخی تو؟ من همون ظالمم، من خدا زدم که مالی تر کشیده گرفتم. بعد از من راضی. بعد گفتمش، میگه یگان دعای بد کرده بودی؟ کردم. چی گفتی؟ میگه ماهیگو گفت که میگه من گفتم که خداوندا این بنده ظالم مال من ناحق کشیده گرفت، با قدرت خودش یک بلا نگرفتارش. این گفت همون دعای تو بده که الله اجابتش کنه. ای دست موندم. گفتم توبه کردم، دیگر ظالم نمیشم، دیگر ظلم نمیکنم، دیگر سری ظلم نمیام، من ببخش. من گفت میگه بخشیدم، اون طرفت احوالت به خدا کرد. اگر با ظلمت دوام کی با جزا مقرر دی. بینی نظاری من خیال نکن، هر کس صاحب داره. ناحق ظلم که تی خوردی کشیده گرفتیش. من امروز ازبکستانم بینن، امروز خدا خواهد همون خیلی ظالمان همش قپید. ناحق مردم ها را پرچه خورده که حرام به خدا که جزا میتونی، همه دنیا نخدا جزا حبس خانه میره و آخیرش رو در پیش یاد خدا خواهد. خدا در وجه هر جزا داره که خدا خواهد حی خرای انگز میزنی. میگه خدا میگه در قرآن من چنان میگه دوزخی ها را عذاب میدیم که کمیسل حمار مثل خر بانگت میبره. تا خدا برای ظلم و برای پارخری برای نفرسونده، تا برای ظلم کردن مردم پشت کشیده خورده نفرسونده. خدا تا میگه ما خلقت الانس والجن لیعبدون، ما تو را برای عبادت آفریدیم. میگه برای پرستش مرد دنیا آمدیم. حلال زندگی که حرام نخور، حرام را عذاب، حلال را حساب آدم. یکی دیگر علما گفتن ظلم عائلت هم نسبت ظلم میشه است. اگر زن تا به نفقه مونی،
زن تا محرش نتی ظلم عزیزان من. زن تا به لباس مونی به خانه مونیش ظالمی سوچه جزا بقرار. چون که وای زن دست نگری مرده تا خدا مردک کنه تو میپویش. زنها را بس از یک هنر گفتی فردوسی بزرگ نشینن در خانه و زاین شعرانی نه. وای وظیفش هوایه. اگر به نفقه موندیش، به مال موندیش، به نان موندیش، به گوش موندیش، به چیز موندیش، به لباس موندیش. منم فصل زمستان اومد بعد من زنها میبینم رحم میآیم بیچاره به یک پای کنیش گشته نامرد در سر توقیبو میگرده. مردکم تو مردک نیستید تاول اکو چوجویا خوندن اول آیت چیز کرد و زنهای دگونه رو بودن ملیان دادن زن تا بخورون بپوشون زنی حلال بخورون ولی چوجا سلط که خدا هم نشون میده خدا روز من تمام دنیا سپید زرگه انشاءالله خدا خواهد هر خدا کسل یاد داره که بچهش من نمیدیش همین که خدا همون نعمتی از فوق تا میگیره خدا خواهد یک بار گریسته میگردی بزنت علاقه نکره ناجا زن تیرد ناجا خدا میزند. من میدونم چندی جوان روز گریسته گشتیه از سپید کسلش یعنی عذاب همین دنیاگی تیاری ولی آخرت ولی خدا دیگر دارد. در آقای پیامبر علیه السلام بود دیگه بودن میگه یک نصرانی پیش رسول الله آمد گفت پیغمبر اگر بر حق پیغمبری بر حق باشی مالی من فلان ظالم گرفته میتی که گرفت گفت که ابو جهل ملعون گرفت. وقتی میگه بدی نمازی پیشین بود عربان خواب قیلوله است همین سنت است عزیزان من. کسانی که نماز تهجد میخونن شب بیداری میکنن بدین نمازی انشاءالله پیشین 1 ساعت 2 ساعت آرامگی یاردم میکند به شب خیزی. گفتن 3-4 صحابه بودن پیغمبر ابو جهل گفتن امروز در خوابی قیلوله است وقتی که نزد خانه وی میروی شما را بسیار دشنام میکند خفتون میکند بادا گفت میگه رفت میگه پیامبر اسلام دری ابو لهب زد میگه ابو لهب داد گفتن میگه بیرون برمد گفت کی است گفت انا گفت من گفت برادرزاده تو محمدم مجردی محمد دیدن میگه رنگش دیگرگون شد. گفت چی گفت پس چی خدمت از پیغمبر؟ گفت من بی بدبخت این مال یعنی انسان گرفته گردانده تیز الان تی جزا مقرره. میگه چنان ابو لهب ببید والا همشه گفت که تیز گفت مال این گفت برادته میگه برادت دادن میگه یک زنجیرش مانده است. گفتن گرفتی مالتا گفتن همه یک زنجیر نبود است گفت نبید زنجیر بیاد چنان گفت گرگیری خونه دیلست است گفت محمد گفت نیست در بدلین دیگر یگان چیز کیم سه گفت یگان چیزی میتونه راضی میشن گفت که راضی میشن نباشم بدل چه بتیجسته دادات کی رسول الله وقتی که زنش گفت که گفت ای گفت ابو لهب گفت به اسلام امروزه میگومش چون ماری قمل داری میگوی محمد هم میکشیم محمد هم فلان میکنیم این محمد نازی در اومد این قدر میداری ای گفت اون سه که من میبینم اگر تو بینی تو هم میداری گفت چی دیدی گفت دو کتری گفت محمد نه 2 تا شیره گفت خلاص داره اگر گفت من این چیز اجرا نکنم من تیکه پاره نکنم 2 تا خدا فرشته داده اگر حقیقی خدا ترس باش لبوی دم ایتونه ترسه کشی قطعی نظر کی بدم حالی نرفته گرش بوم میکنه خدا وجاعت میده میگه ای سبب عبادت ای سبب خدا ترسید ای سبب راست زندگی کردن حق حلال میگه من چنان تو وجاعت میدگی انچم که پرقرار و انچم که سود میترسه خدا وجاعت میده حالا این نصاری لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان آورد عزیز من بین این امروز خیانت این امروز ظلم در بالای ما شما میکنه این امروز ظلم در بالای مسلمان ها چیه زن نماز نمیخونه ظلمه شما تکشون بچه نماز نمیخونه ظلمه دختر نماز نمیخونه به حجاب ظلمه
همین ای خدا بترسن. پیغمبر حدیث میگه کلکم راعین و کلکم مسئولة عن رعیته. هر یک شما در خاندان مثل چوپانی از چوپانی پرسیده خواهد شد. اگر میپرسد بچه داده دعا کردی رب حبل من لدنک ذریة طیبه، خدا دا بچه ها بته دختران بته دادم کجا نتربیش کردی؟ چرا ظلم کردی؟ چرا نماز خونش نکردی؟ چرا خدا ترسش نکردی؟ چرا عبادت کنندش نکردی؟ این ظلم نیست؟ پر نیار نکشی زنه. اگر هم ساخت رسی هفته بیت پر بیاد پینجه دو بار دوش میگیری مره روزتی برفتی بیت پر اومدی صدقه آدم شد افلاس شد. یکی نماز نمیخونه حد در خیال نیست تا خدا خیل افتاب اومدن خامره در پینه کنم همینه که دوسته پگه خدا گفت قرآن وعده خدا استعیذ بالله تو انفوسکم و اهلیکم نارا. خدا گفت شما خودتونه و اهل و آیلتونه از آتش دوزخ خلاص کرد. همینه که دوزخ خلاص کرده پگه حیضه دوزخ نشد در پیش چشمت بچه. خدا خود از گریبان میکپد اینجا بیا تو خدا زده بدی که دنیا نخدا خود پل نیافتد کارت نکرم حاکم کردی یک بار نماز نخون نگفتی نا انسان. پیغمبر گفت سخت‌ترین عذاب بالای مردها روز قیامت کدام عذاب است؟ همان عذابی که آیلش به عبادت نمیکنه، آیلش خدا شناس نمیکنه، آیلش خدا خود انشاءالله پیغمبر آیلش نماز خون نمیکنه، آیلش با تقوا نمیکنه، آیلش حلال نمیخورونه، حرام که دزدی که میخورونه. دزدی هم حرام است. رفتی حلال کار کرده بیا. ولی خدا خواهد تکه زده مسعوده و جواب میتونی خیال نکن امروز برفته تک حضرت مولا میگن سخنی بد گفتن خطاست، مؤمن و کافر بنده خداست. بنده خدا تو باید کافر گفتن زنی را هرش تجاوز نمیکنی، دختر تا تجاوز میکنن. تو خیال نکنی من خدا زده نه منو تو خدا زده کی دیده و دونسته گناه میکنی. منو که پسترین انسانم که اسلام و وطنی یکسان کرده در شهرهای کافرستان. رفته در اینجا نماز خون سله در کلش، در اینجا خدا خواهدش گوشی خونده شده، در اینجا خدا خواهد کینک کرده گشته، در اینجا خدا خواهد فن کرده گشته. نسبت نفرت اسلام نیارد، نسبت قوم و جمعیت. اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبه که از در مسلمانی ماست. اسلام ذاتش خدا خواهد پاکه. بنیاد اسلام الان نظافه. اسلام بالای یک سلبی سفر بیناشتگیه. برای اگر یک ملا خطا کنه دنیا نخدا آشکارش میکنه یا نمیکنش. برای چی؟ چونکه اسلام نمیفرمه چیزی افلاس کنه. داشتم این آدمی که هر روز گناه میکنه یک آدم یک ملا اگر ایران بگه تمام دنیا نرکلام نشه. ملا عرق خود ملا زنا کرد ملا چیه برای چی؟ چونکه نمیخواه اسلام چیزی افلاس در خودش داخل کردن نمیخواهش. گناه هر روز دارد آدم و صدها گناه دارد شکست نمیگه. اگر من یک خطا کنیم امروز خدا خواهد تمام اینترنت جعل بندازه. ملا فلان کرد. یعنی اسلام چیزی که خدا خواهد نمیخواه برای خودش افلاسی دارد. همیشه پاکی ابدالابد تا قیامت پاک میمونه انشاءالله. خدا خواهد از خدای آدم بترسیم انشاءالله. خدا خواهد شاعر چی میگه؟ ای زبردستی زیردست آزار گرمی تا که بماند این بازار. بچی کار آید جهان داری مردنت ده که این زی ستمگاری. تا اگر ظالم و جبر نمیشه تو مری خوبه باید نروزه. کسی که خدا خواهد ظلم میکنی و کسی را داد و فریاد چند خدا خواهد حکارت و چیکارا میکنی اینا مری خوبه. تا آدم نیستیم دیگه شاید من پادشاه عالم منم شاهد ما و شما حقیقی انشاءالله خدا خواهد میشه که حقیقی سری دولت اومد یگانه چیه گفت خدا خواهد حقوقی بشر میبرد. همه حتی یکی بدونه یک مظلم یک اندوالیتون هم قوتی را داده پرتو اینی خشیام ای دستی تو خدا خواهد رئیس مونده بی حاکم شده بی دیگه شده بی ای دست مردم راحت کنن. ای دست مردم دوی بدن نکنن. ای دست تو بیدار نکنن. این منصب دروزه من خدا خواهد در یک سال دیگه میبرم میرم. یک سال دیگه خدا خواهد وقت دارم انشاءالله مسجد بود کنم. خدا خواهد انشاءالله دستی بیدادی بعض مردم گفاش منم خدا خواهد روزی
اسبابم تیار دارم خدا خواهد انشاءالله جایی میرم همین کلاسی قام جمعیت همین کلاس هزار اگر خدا خواهد گوش بیروش کرده بر بر میلمازد هزار اگر خدمتش بکن بر بر میلمازد دنیا رو چی خوبی است؟ خوبی خوب خیلی نختان میگیرد گرد در غیبت کردن میگیرد بوتان کردن میگیرد خدا خواهد پرستیسی خدا خواهد گناهش زیاد کردن میگیرد ثوابی من زیاد چی در میگیرد انشاءالله خب وظیفه‌م است من منبر تا خدا خواهد خدا مسلمون کرد میگم گفتن میگم چون که پیامبر تو بلغ منی ولو آیتن یک آیت هم باشه برسون چون که پاگم مسئولیم خدا پاگم ما زبانمون از دهان میکشه جایی که ملا میروی فقط خمت سرت خم میخری و میشینی خدا خواهد پله میگیری و نمیگو یک بار جواب میدی پیش اسلام برای خوردن نیست اسلام برای پول جمع کردن بیزنس نیست بیزنس سودا میکنی یه برای بازار رو میشینی کار میکنی حلال فرزندات هم میپایی همه ملاها خدا خواهد رای خوبه یا گیر یا گیر یا زمین دکار که یا که خدا خواهد بیزنس میشو یا سوداگر شو رای حلال که آیدت پا من برای شما نامه عبرت کردم من بازار نمیشینم چندیش بچه‌اش میباد منو میبینن لطیف دزد که این به هیچی سیر نمیکنه با ملاگیش مرد فلانش پیستانش با در بازار بیناموش دیگه تو بیناموسی که چون تاکت بیپول گداش دگشته الحمدلله خدا قد بیزنسمن همیشه چهرش کشاده من در بایی خدا قد جمعه دیگر صحبت میکنم با شما انشاءالله اگر خدا فرصتی هست دوباره که کردم خدا خواهد انشاءالله بایی چی فضیلت داره حتی اسلام طرفی بایی هست یا کم بغلی و شما عزیزان پره کاملا انشاءالله میرسم وقتم شده از خدا خواهد امید بکنیم که از این خدا خواهد یعنی ظلمی هممو دستام نمیکشیم عزیزان من انشاءالله البته خدا خواهد آیلاتون هم مونید مزده کنه راحت کنه حیات بره خدا خواهد تیلین گرفتیم خدا خواهد راحت کنه ای دستی تو خدا مزه کنه همه یک ساعت گمشه کارم که گجا شدی امکم گجا شدی خالم گجا شدی داغام انشاءالله بکوه نگه که من بیزار شد دایی بد کرم نگرد خورا نشد خونش میدره نگه این خسر من جوانی مکه کاری کرد خلازده ای که من داد میگه قهپه محقارت میکنه که خواه میکنه داده من نیست و نابودش که نگه گوه یه روز جابر میشه چقدر که ماهیگی چید یک آدم میدونم دایم از کریدیس نمیبره دایم باید چون که هوای در خونش هم خیلی من این دنیا ندیدم این حق اسلام ناحق نیست اسلام همیشه حق قرار میگیرد اکثر قسمه از اول خدا در قیامت میموند لیکن اکثرش در این دنیا میتید بعد گریسته و بعد داد نگرد عزیزی من امروز وقت است انشاءالله چکار کن حرکت خدا خواهد ایچار چیزا را نکن در